السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. 5 نصیحتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم. ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده است، میگوید رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند 5 نصیحتی دارم، کیست این نصیحت را بگیرد، عمل کند و به دیگران تعلیم بدهد. ابو هریره رضی الله عنه میگوید من دستم را بالا کردم و گفتم من حاضر هستم یا رسول الله. رسول خدا صلی الله علیه و سلم از دستم گرفتند و فرمودند اتق المحارم تکن اعبد الناس. از کارهای حرام دور باش، عابدترین انسان میشوی. هر چیزی که حرام است خودداری کن، پرهیز کن، پرهیزگار میشوی. وارض بما قسم الله لك تکن اغنى الناس. راضی شو به آن چی که الله متعال به تو عطا کرده است. قناعت کن، شکر کن، قناعت داشته باش، بایترین انسان میشوی. و احسن الی جارک تکن مؤمنا. و به همسایه خود معامله خوب کن، مؤمن کامل میشوی. و احب للناس ما تحب لنفسك تکن مسلما. همان چیزی که به خودت دوست می‌داری، به خودت میپسندی، به دیگران هم بپسند. اگر به خودت معقول نیست، پس به دیگران هم این را معقول ندان. پس مسلمان کامل میشوی. ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. خنده زیادی به معنی نکن. خنده زیاد سبب می شود که دلت میمورد. یعنی وقتی که آدم از حد زیاد می خندد، خنده به معنی می کند، دل آدم دیگر وقتی که گناه کرد گناه را حس نمی کند و هیچ وقت پشیمانی در دلش نمی آید که من گناه کردم. برای همین الله متعال می فرماید فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. باید کمتر خنده بکنید و بیشتر گریان بکنید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در دیگر حدیث می فرمایند انسان باید در برابر گناهانش گریه کند. یعنی در جای خوشحالی است و در جایی که عبادت است آدمیزاد عبادت کند. خنده حد داشته باشد و گریه هم جای خودش داشته باشد. اگر میخواهی مثل ابو هریره باشی، پس به این 5 نصیحت عمل کن و به دیگران تعلیم بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.